عزیز، اینم میدون ارگ. عرض کنم که میبینید خونه قدیمی رو نگاه میکنید. اینجا خیلی خونه قدیمی داره. این یکی از خونه قدیمی همینه که واقع در میدون ارگ عراقه. بعد یه دالانی هم هست که الان میریم اونم نشونتون میدم. منزل زنده وکیلیه، یه دالون خیلی قدیمیه. اینم دالان زنده وکیلی. ته این دالون یه دبیرستان دخترونه است. تهش اینم این قسمتشه. بافت عراق هنوز همون قدیمی هست.